مردمی که در ایام ولادت هست طبق آمار دنیای متمدنی روزی هم خیلی بیشتر هست. پیغمبر بهش می‌فرماید ای کس، ای صحابه من، بسیار خوشحال شدم حتی میگه اشک مبارک پیغمبر جاری شد که بله در میان اصحاب من کسی هست مستجاب الدعوه، برخلاف نرم، برخلاف هرمون‌های مردانگی خدا دعوت و اصطلاح خصش را اجابت کرده برای این شیر عطا کرد تا مادرش را ارتضا کند. اما باز میگه نه، تو اون دردی که مادرت کشید، او مرد را که پیشی چشمش میدید، و او شما زمانی که این مواد متحده کردید، این پدر و مادر رو از خانه به بیرون، از بیرون به خانه می آوردید، او رو میدیدید. پس حق مادر و پدر این است که رضایت پدر و مادر رو به دست بیارید. آقا رضایتش حقش ادا نمی شود. حق پدر و مادر ادا شدنی نیست، فقط آخری توجه شما این باشد که رضایت پدر و مادر را به دست بیارید. اما موسفیدانی که میگن ما پدر و مادرمون دنیا را ودا کردن، حق از اونها از گردن ما سلب شد. نه، ببینید گاهی پدر و مادر ما در دنیا هستن، جوانان اکثرا پدر و مادرشون در قید حیات هستند، می توانند این گونه که سفارش کردن، عرض کردن، اونها رو نگهداری کنند، از اونها اطاعت کنند، حتی میگن در اموری خیلی واجب اطاعت پدر و مادر از امور مستحبه که پیغمبر و خدا هم برای انسان دستور داده است. حق پدر و مادر اگر ممانعت میکند، ممانعتش چیه؟ مستحب هر است، باید امور مستحبه رو ترک کرد، غیر امور واجب.
من سبزی خالی رو بکنم.